سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به یکی دیگه از ولاگای من. امروز بچه ها من میخوام یه گردگیری بکنم، جارو بکشم، دستمال بکشم. بعد میخوام یه خمیر پیتزای نیمه آماده بهتون یاد بدم که بتونید 3-4 ماه توی فریزر نگهش دارید. هر وقت دلتون خواست در بیارید و باش پیتزا درست کنید. و امروز روز شلوغیه، با من همراه باشید. امیدوارم که ولاگ رو دوست داشته باشید. خب دوستان، امیدوارم تا اینجای ویدیو رو دوست داشته باشید. من جارو کردم، اتاقا رو حال و دستمال کشیدم، ناهار خوردم. الان میخوام برم یکم استراحت کنم، ظرفا رو بشورم، بعد یکم استراحت میکنم، دوباره میام که با هم خمیر پیتزا درست کنیم. میبینمت. خب بچه ها، واسه این خمیر من 2 پیمان آرد، 2 تا از این لیوانای فرانسوی آرد ریختم توی این ظرفم. بعد 2 تا قاشق غذاخوری شکر داریم، 2 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر داریم، 1 قاشق مرباخوری مخمر خشک، 1 لیوان شیر، 1 دونه تخم مرغ، 60 گرم کره، 1 قاشق چایخوری هم نمک داریم. اول برای اینکه اینو درست کنیم همه این مواد خشک رو با هم ترکیب میکنیم، یعنی آرد، بیکینگ پودر، شکر، مخمر و 1 قاشق نمک. همه اینا رو اول با هم مخلوط میکنیم که کاملا یه دست بشه آرد. بچه اگه دستگاه خمیرزن دارید میتونید با اون انجام بدید، خیلی راحت تره. من چون آشپزخونم کوچیکه، بیشتر وسیله هام اصلا از کارتونش بیرون نیاوردم، چون جا ندارم که بذارم خمیرزنم. من توی همون وسیله هام چون بزرگه و جا نمیشه جایی دیگه درش نیاوردم. خب این از آردو فعلا میذارم کنار. بعد توی یه ظرف دیگه من تخم مرغ رو میشکنم. تخم مرغ رو من یکم میزنم از لختگی در بیاد.
بعد از این یه لیوان شیر من 3/4 رو اضافه میکنم به این تخم مرغ. همش رو اضافه نمی کنم چون خب آردای مختلف آبخورشون با هم فرق میکنه. شاید رو همون 3/4 این فکر کنم کافیه. فعلا اون شیر رو میذارم کنار. اینا رو کامل با هم مخلوط میکنم. بعد این شیر و تخم مرغ رو که قشنگ مخلوط شد به این مخلوط مواد خشک اضافه میکنم و باید بریم تو کارش که ورزش بدیم. خب ببینید خمیر الان حدودا جمع شده، چسبندگیش هم نسبتا کمتر شده از قبل. من این 60 گرم کره رو کم کم اضافه میکنم به این خمیر و ورز میدم که به خوردش بره. خب من از اونجایی که خیلی تو ورز دادن خمیر تنبلم رفتم این سری خمیرزن همزن نسیم آوردم با این امتحان کنم ببینم چطور میشه. ببینید چقدر خوب شد، چقدر خوب شد این و یک دستم شد خمیر قشنگ جمعم شد. من هر 3 تا تیکه کره رو دادم به خوردش. ببینید خمیر خب باید این چسبندگی رو داشته باشه. این خمیر موقعی که میخوایم روی سطح پهنش کنیم باید هم به دستامون آرد بزنیم، همون سطح آرد پاشی کنیم که یکم از این حالت چسبندگی خارج بشه. ولی خب الان خیلی خوب ورز خورده. فقط دوستان اگه شما میخواید از این سریع همزنتون استفاده کنید قدرت همزنتون حتما بسنجید که یه وقت خدایی نکرده فشار بهش نیاد زیاد، چون خمیر کار هر همزنی نیست واقعا و ممکنه همزنتون قدرت زیادی نداشته باشه و توی خمیرگیری خدایی نکرده بسوزه. خب من الان میرم یه چیزی میارم، یه مت میارم زیر این پن بکنم، آرد پاشی کنم و بیایم که با هم قالب بزنیم اینو و پهنش کنیم. بریم. خب من سطح کارم آرد پاشی کردم. الان دستام یکم آرد میزنم که نچسبه به دستم. بعد این خمیر رو منتقلش میکنم رو. اگه حس کردین خیلی چسبنده از خمیرتون یکم آرد بهش بزنید. خب ببین الان خیلی چسبنده است. یکم آرد میریزم روش یک کمی که جمعش کنه. ولی اینقدر لطیفه. ببینید الان این خمیر کاملا صاف و نرم و یک دسته و خب نمیچسبه. ببین این خمیر رو 2 تاش کنم.
قسمتش همینجا باشه. که قسمتش هم باز کنیم برای یه ذره. قطره این خمیر رو زیاد بر نداری چون یکم هم خودش بوف میکنه دیگه. بیکینگ پودر داره، خمیر مایه داره. چون آرت کردم مثلا یه بنزی بچه توی سینی فر یه کاغذ روغنی کاغذ مصوص بندازین. خب بعد من اینو باز کردم، به نظرم قطرش الان خوبه. بعد میخوام با این قالب بزنمش، همجوری میذارم رو این که اندازه همشون اینجوری کاغذ روغنی بندازین. توی تو همون قالب پیتزاتون هم درست کنین، من جا ندارم. خب این یکیش. خب ببینید من دوتا اینجوری خمیر دارم. یه دونش هم توی همین قالب گذاشتم. بعد باید سطح این خمیر رو کاملا چنگال بزنیم که پف نکنه. خب این خمیر بچه باید توی 70 درجه تو فرای برقی، 180 درجه تو فرای گازی به مدت 5 دقیقه. بیشتر از 5 دقیقه بمونه خوش میشه. ما میخوایم اینو نیم پخت بکنیم، بس بیشتر از این نیازی نداریم. من فر رو روشن کردم، حرارت رو از بالا و پایین میذارم داخل فر. ببینید الان طبقه پایین من اون قالبه رو گذاشتم، طبقه بالام سینی فر رو گذاشتم، حرارت از بالا و پایین روشنه. بعد ظرف رو میبندیم، دما روی 170 درجه است، میذارمش روی 5 دقیقه. بیشتر از 5 دقیقه نباید بمونم. خب بچه ها من میخوام یه هاتداگ درست کنم برای روی پیتزا. یه دونه سینه مرغ دارم. دیگه یه کاری میکنم که توی جا بشه. خب فلفل سیاه، پاپریکا، آویشن، نمک. بچه ها این پودر پیازم میخواد و خب من ندارم پودر پیاز و سمی کلا حذفش کردم. پودر سیر حدودا 2 قاشق. ما آرد سوخاری میخوایم. اگه دوست داشتین میتونید توش اسانس دود و نمیدونم این چیزا هم بزنید. آها من یادم رفت یه کمی هم میخوام توش پودر لبو بریزم برای رنگش.
اصلا طعم خاصی نداره بچه، فقط برای اینه که رنگش یکم شباهت بیشتری با سوسیس ایران داشته باشه. جوز هندی هم میخوام یکم روش رنده کنم. عطر خیلی خفنی میده بهش. من جوز هندی رو تو لازانیا و اینا هم خیلی استفاده میکنم، خوشمزه میشه. خب بچه ها ببینید، من این سلفونم مناسب ماکروفره. ببینید اینجا نوشته مناسب مایکروویو. واسه همین من میتونم توی این بپیچم بندازم داخل آب جوش. ولی اگه شما از اینا نداشتید میخواستید توی سلفون معمولی بپیچیدش، نذارید مستقیم تو آب جوش، بذاریدش رو بخار پزش کنید. خب الان به هر اندازه‌ای که میخواین از این مواد بردارید، توی دستاتون رو یه ذره چرب کنید. اگه بعضی جاهاش این رنگ قرمز مونده، اونا رو خودتون با دستتون یکم چیز کنید دیگه. من نمیخوام زیاد کلفت و ضخیم بشه داگم، چون موقع جمع کردنم اینجا ضخیم تر میشه نسبتا. خب اینو میبرم بره کنار. خب ببینید اینا سعی میکنیم که کاملا هواگیری بکنیم، اینجوری روی سطح کار بکشیدش که هوای اضافهش خارج بشه. بعد از یه طرف اینا بپیچید اینجوری کامل، هرچی بیشتر بپیچید هواش بیشتر خارج میشه. خب بعد یه گره بزنید که باز نشه تو آب. خب این از یه طرفش، هم سمت دیگه. ببینید دوباره گره میزنیم. میذاریمش کنار. این الان آمده است. کم البته هوا توش مونده، خب دیگه با غلاف سوسیس نیست که من بخوام کامل هوا رو ازش بگیرم. بچه آب ببینید داره جوش میاد و من اینا رو همینجوری میندازم توی این آب، امیدوارم آب نره توش. نیم ساعت اجازه میدم که اینجا آب پز بشه. خب بچه ها من این همه پیتزا هامو ببین در بردم کامل خنک شدن. خب الان یکم اینا رو انگار کلفت کردم، زیاد بازشون نکردم، یه ذره کلفتر شدم. خب من دوست دارم کلا همه پیتزا رو این شکلی. یکی هم در بیارم. الان این خب چسبید. میخوام که یکیشو کنم، آره دیگه یکیشو درست کنم واسه شام و دوتاشو فریز کنم. فریز کردنشم میخوام سلفون پیچش کنم اول کامل. سلفونم هم یکم کوچیکه، احتمالا به چند لایه بزنم. من نونو اینجوری میذارم و میبینم بچه ها باید کاملا خنک بشه. اگه گرم سعی کنید از قالب در بیارین میشکنه این، چون کامل نپخته یا له میشه، قشنگ در نمیاد اصلا.
بعدش هم اگه بخواین گرم اینجوری سلفون پیچش کنین ضرر داره دیگه، واسه بدن اصلا خوب نیست. من یه لایه هم همینجوری از رو میکشم که هوا نکشه. بعدش هم که هر دوتاشو آماده کردم روش ببخش داخل یه دونه کیسه میذارم. اینم از این یکی رو الان من سلفون میکشم. خب بچه ها نیم ساعت گذشت، من اینو خاموش میکنم دیگه زیرشو. اینا رو از آب در میارم. بعد حالا باید این سلفوناشو جدا کنم ازش. توی یه ظرف دربسته بذارم توی فریزر، یه نیم ساعتی تو فریزر باشه. یه ذره حالا از دما که افتاد بذارمش توی فریزر، بعد در میارم با هم بذاریمش روی پیتزا امروز دیگه. خب دیگه بچه ها من سوسیس یعنی هات داگامو درست کردم، خمیرامو دوتاشو گذاشتم تو فریزر، یه دونه گذاشتم توی ایرفرایر. فعلا روشنش نکردم که باشه تا عصری که عطا میخواد بیاد بر شام درست کنم. بعدش یه عالمه اینجا حاضر ریخته، ترکیده آشپزخونه قشنگ. آشپزخونه رو تمیز کنم، یه دوش بگیرم، حالا موقع درست کردن پیتزا باز میام خدمتتون. بچه ها من سیب زمینی گذاشتم تو ایرفرایر، الان روی خمیرم سس میزنم. سریع میخوام یه سالاد کلم هم درست بکنم کنارش، کم پنیر بریزم روش. این بچه ها من این هات دوگ رو از فریزر آوردم بیرون. بچه من پیتزا رو میذارم داخل سبد ایرفرایر. بعد چون میدونین ایرفرایر هوا رو که از بالا مستقیم میده به مواد غذایی، خشک میکنه مواد غذایی رو خیلی سریع، چون حرارتش مستقیم از بالاست. و پنیر پیتزا هم چیزیه که خیلی مستعد خشک شدن، سریع خشک میشه و یه کمی هم که دیگه بیرون میمونه اصلا نمیشه خوردش. پس یه ذره من با آب میپاشم، اگر آب بیاد از این آب میپاشم روش. من دیدین قارچام هم آب داشت. خب میذارم اینجا، روشنش میکنم، روی حالت توست میذارم و استارت رو میزنم. حالا وسط کار حدودا یه 10 دقیقه مونده به اینکه در بیارم، دوباره باز میکنم، یکم آب روش میزنم. چا ببینید نصف شد دقیقا.
حالا دوباره ذره آب میپاشم روش. من میکنم باز کنم. خیلی تا براتون. خب دوستای گلم، مرسی که تا اینجای ولاگ با من بودید. من کارا رو تموم کردم، ظرفا رو شستم، شام خوردیم و دیگه الان میخوایم بخوابیم. ساعت 11 شبه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه ولاگ. اگه دوست داشتید منو سابسکرایب کنید و تو کامنت ها برام بنویسید که براتون مفید بود یا نه. متشکرم. خداحافظ.